تا به حال شده شبها به سقف خیره بشین و با خودتون بگین چرا خوابم نمیبره؟ اگه از بیخوابی خسته شدین و به دنبال راه حل‌های واقعی و علمی هستین، این ویدیو رو اصلا از دست ندین. امروز قراره رازهایی رو بهتون بگم که کمتر کسی بهتون گفته و زندگیتون رو زیر رو میکنه. آماده این برای یک خواب عمیق و راحت و رویایی؟ پس بریم. دوستان، خواب فقط یک استراحت ساده نیست، یک فرایند حیاتیه که بدنمون برای ترمیم، بازسازی و عملکرد صحیح بهش نیاز داره. فکر کنید به گوشیتون که هر شب شارژش میکنین. بدن ما هم برای شارژ شدن به خواب با کیفیت و خوب نیاز داره. کمبود خواب نه تنها شما رو خسته و کلافه میکنه، بلکه روی حافظه، تمرکز، سیستم ایمنی و حتی وزنتون هم تاثیر منفی میذاره. متاسفانه بیخوابی توی دنیای امروز به یک اپیدمی تبدیل شدش. استرس، اضطراب، صفحه نمایش‌های گوشی و کامپیوتر و لپتاپ قبل از خواب همگی دست به دست هم میدن تا ما رو از یک خواب راحت محروم کنن. اما نگران نباشید، چون علم پزشکی مدرن راه حل‌های شگفت انگیزی رو برای این مشکل پیدا کردش که امروز میخوام باهاتون در میون بذارم. بریم سراغ اولین راه حل جادویی، یعنی منیزیم. این ماده معدنی فوق‌العاده نقش کلیدی توی تنظیم سیستم عصبی و آرامش عضلات ما داره. کمبود منیزیم میتونه باعث بیقراری، گرفتگی عضلات و مشکلات خواب بشه. غذاهایی مثل اسفناج، بادام درختی یا زمینی فرقی نمیکنه. آووکادو و شکلات تلخ سرشار از منیزیم هستن. اگر فکر میکنین که کمبود منیزیم دارین، اول آزمایش بدین و بعد این آزمایش رو پیش دکترتون ببرید. میتونین با مشورت پزشک از مکمل‌های منیزیم هم استفاده کنید. میرسیم به ویتامین بعدی، یعنی ویتامین دی، که شاید فقط فکر کنید برای استخوان‌هاتون خوبه. اما تحقیقات جدید نشون داده که این ویتامین در تنظیم چرخه خواب و بیداری هم نقش مهمی رو ایفا میکنه. کمبود این ویتامین با اختلالات خواب و بیخوابی هم مرتبط هستش. سعی کنید روزانه حداقل 15 دقیقه زیر نور آفتاب باشید. البته آفتابی که از ساعت 6 الی 8 صبح هستش، چون بهترین تایم برای دریافت ویتامین دی هست. یا از غذاهای غنی شده با ویتامین دی مثل ماهی سالمون، قارچ و شیر استفاده کنید. البته باز هم تکرار میکنم که قبل از مصرف هر گونه مکمل اول آزمایش بدید و بعد وقتی فهمیدین که کمبود این ویتامین رو دارین، حتما با پزشکتون مشورت کنید. حالا یک چیز عجیب میخوام بهتون بگم. میدونستین که بعضی غذاها به بدنتون کمک میکنن تا هورمون خواب رو بسازین؟ تعجب نکنید. تریپتوفان یک اسید آمینی ضروریه که در بدن به سروتونین و سپس به ملاتونین، همون هورمون خواب، تبدیل میشه. بوقلمون، مرغ، تخم مرغ، پنیر و آجیل‌ها منابع عالی تریپتوفان هستن. مصرف این غذاها چند ساعت قبل از خواب میتونه بهتون کمک ویژه‌ای کنه تا راحت‌تر به خواب برید. حالا که این اطلاعات فوق‌العاده رو یاد گرفتین، به هم بگین که تا به حال آیا آزمایشی دادین تا بفهمین که کدوم یک از این مواردی که گفتم رو شما در بدنتون کمبود دارین؟ اگر بخواین هم بیشتر بدونین، پس همین الان دکمه لایک رو بزنید و اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین، کانال رو سابسکرایب کنید. حتما این کار رو انجام بدین، چون قول میدم که در ادامه رازهایی رو بهتون بگم که کمتر جایی شنیدین و زندگیتون رو متحول میکنه. پس آخر این ویدیو همراه من باشید. گذشتگان ما هم برای خواب راحت از طبیعت الهام میگرفتن. از انواع دمنوش‌های گیاهی. گیاهانی مثل بابونه، سنبل‌الطیب و اسطوق‌الدوس خواص آرام بخشی دارن و میتونن به بهبود کیفیت خواب هم کمک ویژه‌ای بکنن. قبل از خواب یک فنجون چای بابونه یا دمنوش سنبل‌الطیب
حتما دم بدین و بخورید. راهی اسطوغدوس هم در آروماتراپی برای کاهش استرس و بهبود کیفیت خواب استفاده میشه. میتونید چند قطره حتی روغن اسطوغدوس رو کنار بالشتون بذارین. بوی خوبی میده و باعث آرام بخشی شما و کیفیت بهتر خوابتون میشه. شاید براتون عجیب باشه، اما چیزی که میخورید میتونه روی قند خونتون تاثیر بذاره و اگر قند خونتون ناپایدار باشه و بالا و پایین بشه زیاد، ممکنه خوابتون هم دچار مشکل بشه. کربوهیدرات های پیچیده مثل جو دو سر، برنج قهوه‌ای و نان گندم کامل قند خونتون رو به آرومی بالا میبرن و به ثبات اون کمک خوبی میکنن. مصرف یک وعده غذای سبک شامل کربوهیدرات های پیچیده و مقداری پروتئین چند ساعت قبل از خواب میتونه مفید براتون واقع بشه. علاوه بر غذاها و ویتامین ها، یک روتین منظم قبل از خواب هم خیلی مهمه. سعی کنید هر شب سر 1 ساعت مشخصی بخوابید و بیدار بشید. حتی روزهای تعطیل. قبل از خواب از گوشی، تبلت و تلویزیون دوری کنید. مطالعه یک کتاب، گوش دادن به موسیقی آرام بخش و ریلکسیشن یا یک حموم آب گرم میتونه سیگنال های خوبی برای بدنتون باشه که وقت خواب شما رو هم به راحتی فراهم کنه. محیط خواب شما باید مثل یک پناهگاه امن باشه. اتاقتون رو تاریک و خنک و ساکت نگه دارید. حتی کوچکترین نورها هم میتونن تولید ملاتونین رو مختل کنن. دمای مناسب اتاق خواب حدود 20 الی 25 درجه سانتیگراد باشه بهتره. اگر صدای محیط براتون آزاردهنده هستش، میتونید از گوشگیر استفاده کنید. تشک و بالش باید راحت باشه و در جای خودش قرار گرفته باشه. برای یک خواب راحت باید از بعضی چیزها دوری کنید. قهوه و نوشیدنی های کافئین دار رو از عصر به بعد کنار بذارین و قطع کنید. الکل هم با اینکه ممکنه در ابتدا باعث خواب‌آلودگی شما بشه، اما کیفیت خواب رو به شدت پایین میاره و باعث بیداری های مکررتون میشه. وعده های غذایی سنگین و پرچرب نزدیک به زمان خواب هم میتونن هضم غذا رو در معده‌تون مختل کنن و خواب رو هم براتون به هم بریزن. دوستان عزیزم، همونطور که دیدید برای داشتن یک خواب راحت و با کیفیت فقط کافیه چند تا تغییر ساده و کوچیک اما علمی توی سبک زندگیتون ایجاد کنید. با رعایت این نکات نه تنها خوابتون بهتر میشه، بلکه کیفیت زندگی، انرژی و سلامتیتون هم به طرز چشمگیری افزایش پیدا میکنه. یادتون باشه که بدن شما یک معبد و خواب خوب بهترین هدیه‌ای که میتونیم بهش بدیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید و این نکات بهتون کمک کنه تا خواب شیرین و رویایی داشته باشید. اگر سوالی دارین یا تجربه‌ای تو این زمینه دارید، حتما توی کامنت ها با ما در میون بذارید. مشتاقانه نظراتتون رو میخونم و بهشون جواب میدم. تا یک ویدیوی دیگه و یک عالمه نکات و اطلاعات مفید دیگه، خدا نگهدار. سلامت باشید و شبتون خوش.